سلام دوستان، تو این ویدیو میخوایم یاد بگیریم چطور توی اینشات متنی رو ایجاد کنیم که به ترتیب و هماهنگ با صدای خواننده روشن بشه. وارد برنامه اینشات میشم، روی ویدیو ضربه میزنم و نیو رو انتخاب میکنم. یه بک‌گراند خالی ایجاد میکنم. بک‌گراندم رو تا اون جایی که میخوام امتداد میدم. به این صورت. حالا موزیکی رو که میخوایم اضافه میکنیم. روی گزینه موزیک ضربه میزنم و این گزینه رو انتخاب میکنم. مای میوزیک رو میارم و صدای خواننده مد نظرم رو انتخاب میکنم. حالا تایید رو میزنم و متن مد نظرم رو تایپ میکنم. روی گزینه تکست ضربه میزنم و اد تکست رو انتخاب میکنم. روی گزینه ادیت ضربه میزنم و برای اینکه متن به حالت نورانی بشه این گزینه دوم رو انتخاب میکنم و از این ابزارهای بالا گزینه گلف رو انتخاب میکنم. این گزینه اول متن رو به صورت نورانی در میاره و اینجا میتونید درجهش رو تنظیم کنید. حالا تایید رو میزنم و متنم رو روی صفحه جابجا میکنم، اونجایی که میخوام قرارش میدم. حالا لایه متنمون رو تا جایی که خواننده اون متن رو تموم میکنه امتداد میدیم. حالا برای متن بعدیمون دیگه نیازی نیست که از اول تایپ کنیم. کافیه که این لایه رو بگیریم و کپی رو انتخاب کنیم. با لمس صفحه جابجاش میکنیم، میاریم پایین متن قبلی قرار میدیم. به این صورت. فقط میخوایم که متنش رو ویرایش کنیم. برای این کار روی گزینه ادیت ضربه میزنم و متن بعدی رو تایپ میکنم. برای متن بعدی هم همین کار میکنیم. گزینه کپی و با لمس صفحه میاریم پایین تر قرار میدیم. ادیت رو میزنیم. متن مد نظرمون رو تایپ میکنیم. حالا برای اینکه اون حالت روشن خاموش شدن متن‌ها رو ایجاد کنیم کافیه که از گزینه کیفریم استفاده کنیم. برای این کار روی لایه متنم قرار میگیرم، ضربه میزنم و اون جایی که خواننده شروع به خوندن میکنه کیفریم رو میزنم و یه خورده میام جلوتر کیفریم بعدی رو انتخاب میکنم. خیلی بین این دوتا کیفریم فاصله نندازید چون میخوایم که متنمون سریع روشن بشه. حالا روی کیفریم اول قرار میگیریم و گزینه ادیت رو میزنیم. حالا از این ابزارها گزینه اوپاسیتی رو انتخاب میکنیم. این گزینه آخر. اوپاسیتی متنمون رو میذاریم روی 40%. و تایید رو میزنم. برای متن بعدی هم همین کار رو انجام میدم. اونجایی که خواننده متن دوم رو میخونه قرار میگیرم. اینجا. لایه متن رو روش ضربه میزنم و کیفریم ها رو قرار میدم. یه خورده میام جلوتر کیفریم بعدی رو قرار میدم. روی کیفریم اول قرار میگیرم و ادیت رو میزنم. گزینه دوم رو روش ضربه میزنم. اوپاسیتی رو انتخاب میکنم. میذارمش روی 40%. به این صورت. برای متن‌های بعدی هم همین کار میتونید انجام بدید. با این تکنیک ویدیوهای شما حرفه‌ای‌تر و جذاب‌تر میشن. پس اگه این آموزش به دردتون خورد حتما اون رو لایک کنید و کانال ما رو دنبال کنید. در نهایت هم برای اینکه از کارتون خروجی بگیرید اینجا تایید رو میزنید و گزینه اکسپورت رو انتخاب میکنید.